این سکو به کارگر جایگاه چی میشه؟ اجاره داده میشه. یعنی کارگر جایگاه صبح میاد سر کار میگه مثلا این سکو 5 میلیون، یعنی همین اول کارش 5 میلیون بدهکار به حساب جایگاه. الان ساعت چنده؟ ساعت 23:08 است. اینجا یکی از جایگاه‌های سوخت هست که بچه بازرسی اومدن یک کارگاهی رو پیدا کردن که توش چیکار میکنن؟ مکمل درست میکنن. ببینید ظرفاشه. این پایینو بگی، پایینو بگی. همه جا مکمل. دیگه اینجام که دیگه نور علی نورشه. اینجام که نگاه اینا دیگه همه پره های سمری. الان یه اتفاقی که هست، ببینید من میخوام ببینم رنگ این بنزین چیه. رنگش سبز. من میخوام با این بنزین به شما مکمل بفروشم. بریم میاد تو این ظرفایی که حالا انواع اقسام مارکای خارجی هم داره. ببینید نه همه اینجوری پر میشه. زیادم شد اینم درش کلم میشه. دوباره میاد کجا؟ همینجاها. اینجاها 300 میل بنزین رو به شما میدن. چقدر؟ 300 400. این 300 400 تومان تقریبا جایگاه های پایین شهر و وسط شهر. بره بالاشن چقدر میشه؟ 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون. دیگه من آماراشو به شما دادم. ببینید این ظرفایی هست که دقیقاً در جایگاه‌ها جمع‌آوری میشه تو این کارگاه‌های که حالا هست. ببینید اینجا از همین بنزین یورو این بنزینه دیگه. از این بنزین میاد فرمونه. نگاه کنید اینا دیگه. این در الان به شما میگم. حالا یه نمونه اینجوری این درها دیگه دوغای محلی هم همینجوری. اینا محلی هست ولی خب دیگه اینجوری کلم میشه. این واریشه میاد اینجوری بسته میشه، حرارت بده میشه و میشه یه همچین چیز. درست مهندس؟ بله تا مرحله کار سختی هم نیست. حالا اون یا تینر یا بنزین معمولیه که رنگدانه زدن رو حالت تغییر داد. این ردیف سکو بهش میگن. این سکو به کارگر جایگاه چی میشه؟ اجاره داده میشه. یعنی کارگر جایگاه صبح میاد سر کار میگه مثلا این سکو 5 میلیون، یعنی همین اول کارش 5 میلیون بدهکار به حساب جایگاه. باید این 5 میلیون رو در بیاره تا برسه به حقوقش. ببینید چه اتفاقاتی در جایگاه‌های سوخت میفته که کارگر مجبور میشه مکمل بفروشه که اسمش هم تموم بشه. چون اینا میگن که چون خیلیشون در فضای مجازی میگن چرا ما رو داری خراب می‌کنی. صاحب جایگاه باعث این اتفاق کارگرای پمپ بنزین میشه. چند تا؟ 28 تا کارتون چند تایی؟ 48 تایی. جایگاه رو الان چیکار کردید؟ جایگاه رو الان پلم میشه با هماهنگی دستگاه نظارتی و فرماندار محترم که بعد از اینی که تعیین تکلیف شد و اعمال قانون شد مجددا جایگاه